شهریار هر روز چند مرتبه از این راه میگذرد و هر بار به قول خودش توکل میکند. میگوید فعال نبودن چراغک راهنما از راه گذشتن ساکنان را خطرزا کرده است. در این سویتافور کار میکنه، نه یک مقصد چیه نظارت های اگه هم چیز خیلیشون میفوره هم خیلی رفتار میکنه. خب همین سویتافور رو چند کشید کار نمیکنه؟ این سویتافور از سال من میدونم کورکنی من ندیدم. فعال نبودن چراغک‌های راهنما در کلاب سومین شهر بزرگ تاجیکستان مشکل راننده‌ها و پیاده‌گردان را به بار آورده است. مشاهده‌های ما در شهر نشان داد که در 7 گذرگاه چراغک نصب شده است و تنها یک تای آن پرفعال است. در 2 نقطه دیگر چراغک‌ها قسماً یا نادرست کار می‌کنند. 4 تای دیگرشان تماماً خاموشند. من در زیر چراغک راهنمایی قرار دارم که فروزان است و اینجا یکی از کوچه‌های مرکزی شهر کلاب است که در نزد بازار قرار دارد. اینجا автомашинаҳо خیلی زیادند و طور می‌بینیم نه автомашинаҳо انتظار ساکنان می‌شوند که آنها گذرند، بلکه ساکنان انتظار می‌شوند که کی راه خالی می‌شود و آنها توانند راه را عبور کنند. ساکنان محله‌های اطراف این راه میگویند بینظمی در حرکت نقلیات باعث سر زدن صدمه‌ها می‌شود. مشکلی با بعض شاهران دیدن درباره پشه‌ها ما نخل دیده نمیستن. خب راه نمیتن و اینجا همین ترکروستا چی چوراها و آدم بسیار ترین در همین جای همون پیش روشن که همین تاکسی ها مثلا یا این محله فردوسی همینجا میره آدمای ما همش همین سوار میشن. نگی خیر همون بازرسی اسامی نداره و مثال که حکومت عزیزی ما و مسافرها و خیلی چی نمیاد. نظارت و تعمیر چراغک‌های راهنما در کلاب به ذمه شعبه نقلیاتی شهر است. مسئولین این شعبه در صحبت با رادیوی آزادی گفتند چند چراغک را الکی تعمیر کردند و با سبب سیستم الکترونی داشتن دیگر چراغک‌ها انتظار برنامه مخصوص فعالگردانی آنها هستند. تعمیرگری این چراغک‌ها هم از دوشنبه بوده است. فعال نبودن چراغک‌های راهنما در کلاب در حالی است که چند سال پیش عبدالسلام اسکندرزاده سردار سابق بازرسی دولتی اتومبیلی کلاب به شهرداری پیشنهاد کرده بود که در راه‌های اتومبیلگرد کامراهای نظارتی نصب کرده شود. خرج آن هم 10 میلیون دلار گفته میشد، اما حکومت شهر به خاطر نبودن مبلغ این پیشنهاد را رد کرد.